سلام علیکم. نام من علی محمد بن صبا است. یک انسان عادی هستم. متعلم هستم. و سوال من این است که ما رواج داریم به خاطر احترام بزرگان تعظیم کنیم. حالا ما میخوایم که ثابت کنیم برای آنها که تعظیم کردن در اسلام جایز نیست. برادر ما گفت ما رواج داریم که به خاطر احترام بزرگان سر خود برای ادای تعظیم پایین کنیم. سر خود را نه. سلام علیکم. سر خود را نه. ما این قسم تعظیم میکنیم. کاملا تعظیم میکنن؟ نه خیر، تعظیم میکنیم. مثل رکوع؟ نشستن. تعظیم میکنن. رکوع میکنن. رکوع کردن؟ بله. فقط میشینن؟ بله. فقط به زمین میشینن؟ فقط نشستن مشکل نداره. تعظیم کردن یعنی رکوع کردن یا تعظیم کردن و یا سجده کردن در اسلام حرام است. رکوع و سجده به پیش خدا جایز هست. تعظیم کردن یعنی رکوع زاویه 90 درجه و سجده کاملا به زمین قرار بگیرم، یعنی پیشانی خدا به زمین بمانم. هر دو اینا حرام است. بجز از خدا پیش هیچ کس دیگه جایز نیست. اما نشستن حرام نیست. اگر کسی خدا قوی و دیگران کم ارزش جلوه بده، خودش استاد شوه و دیگران بنشینه، در اسلام خوب نیست. فقط خوب نیست و حرام نیست. اما اگر کسی فکر کنه قوی است، رئیس است و بگوید که دیگران به زمین بنشینه و ما بالای چوکی میشینم، این عمل خلاف رسم اسلامی است. در اسلام تمام انسان‌ها مساوی هستند، فقط با تقوا بالاتر بوده میتونه. خداوند در سوره حجرات چپتر 49 آیه 13 میفرمایند: یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، بیگمان شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را نژادها و قبایل گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسین. بیگمان گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست. حقا که خداوند دانا و آگاه است. یگانه راهی که یک انسان از انسان دیگر بالاتر میسازد تقوا است. جنسیت نیست، رنگ نیست، سرمایه نیست، موقعیت نیست، فقط تقوا هست و صداقت هست که رضای خدا را میطلبه.